سلام به همه. اگه تو دنیای برنامه نویسی فعال هستین، حتما این سال براتون پیش اومده. فرق یک کدنویس خوب با یه مهندس نرم افزار حرفه‌ای واقعاً چیه؟ اگه میخواید تو این دنیا فقط یه اجرا کننده نباشین و به یه معمار واقعی تبدیل بشید، درک مفهوم مهندسی نرم افزار کلید اصلیه. با ما همراه باشید تا این مسیر رو با هم شروع کنیم. خب بیاید رو راست باشیم. خیلیامون فکر می‌کنیم مهندس نرم افزار فقط یه اسم با کلاس‌تر و قشنگتر برای برنامه نویسه. مگه نه؟ اما واقعیت اینه که داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. تفاوت این دوتا فقط توی یک کلمه نیست، بلکه توی کل دیدگاه، مسئولیت‌ها و مسیریه که برای آینده شغلیتون انتخاب می‌کنید. پس بیایید دقیق‌تر بشیم، ببینیم قضیه از چه قراره. اینم نقشه راه امروزمون. اول می‌بینیم مهندسی نرم افزار دقیقاً یعنی چی؟ بعد یه سفر کوتاه به گذشته می‌کنیم تا بفهمیم اصلاً چرا به همچین چیزی نیاز پیدا کردیم. تفاوت کلیدی بین مهندس و توسعه دهنده رو با هم باز می‌کنیم، با ابزار اصلی کارشون یعنی چرخه حیات نرم افزار آشنا میشیم و در آخر می‌بینیم که خود شما چطور می‌تونید این مسیر رو طی کنید. خب بریم سراغ بخش اول. اصلا وقتی میگیم مهندسی نرم افزار از چی حرف میزنیم؟ آیا واقعاً فقط یه اسم دیگه برای کدنویسیه یا داستان عمیق‌تر از این حرفاست؟ این تعریف رو ببینید. دو تا عبارت اینجا خیلی مهمه. اصول علمی و رویکرد سیستماتیک. خب این به زبون ساده یعنی چی؟ یعنی دیگه از کدنویسی عشقی و دیمی خبری نیست. فکر کنید می‌خوایم یه آسمون خراش بسازیم. آیا همینجوری شروع می‌کنیم به آجر روی هم گذاشتن؟ معلومه که نه. اول یه مهندس معمار نقشه رو میکشه. مهندس سازه محاسبات رو انجام میده. مراحل کار دقیق مشخص میشه. مهندسی نرم افزار دقیقاً همینه. ما یه فرایند منظم و مهندسی شده رو دنبال می‌کنیم تا یه محصول محکم و قابل اطمینان بسازیم. حالا شاید بپرسید اصلا چرا اینقدر قضیه رو پیچیده می‌کنیم؟ مگه قبلاً کد نمی‌زدن و کارها راه نمی‌افتاد؟ چرا؟ ولی برای اینکه بفهمیم چرا به مهندسی نیاز پیدا کردیم، باید یه سفر به گذشته بکنیم، به یه دوره خاص که بهش میگن بحران نرم افزار. به این تایملاین نگاه کنید، یه دوره تقریباً 20 ساله، از اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 80، صنعت نرم افزار واقعاً توی یه بحران عمیق بود. مشکل چی بود؟ پروژه‌ها داشتن خیلی سریع بزرگ و پیچیده می‌شدن، اما روش‌هایی که برای ساختشون استفاده می‌شد، همون روش‌های قدیمی و فردی بود. دقیقاً مثل این بود که یه تیم بخواد با ابزارهای یه کارگاه نجاری کوچیک، یه برج غول‌پیکر بسازه. خب، نتیجه مشخصه دیگه، یه فاجعه. و علائم این بحران چی بود؟ ببینید، پروژه‌هایی که بودجهشون سر به فلک می‌کشید، تحویل‌هایی که ماه‌ها و سال‌ها عقب می‌افتاد و کدهایی که مثل کلاف سردرگم بودن، هیچکس نمیتونست تغییرشون بده یا توسعهشون بده، پر از باگ بودن. نرم افزارها عملاً مثل ساختمون‌های بدون نقشه و پیریزی بودن، هر لحظه ممکن بود فرو بریزن. صنعت داشت ضررهای هنگفتی می‌کرد و واقعاً به یه راه حل اساسی نیاز داشت. خب این بحران یه زنگ خطر جدی بود. همه فهمیدن که دیگه نمیشه با روش‌های قدیمی و شلخته ادامه داد. برای ساختن سیستم‌های بزرگ و مطمئن، ما به چیزی بیشتر از فقط کدنویسی نیاز داشتیم. ما به یک رشته مهندسی واقعی احتیاج داشتیم. و راه حل دقیقاً همین بود، یک تغییر دیدگاه کامل. اینکه کدنویسی رو از یک کار فردی و هنری تبدیل کنیم به یک فرایند مهندسی دقیق، منظم و قابل تکرار، درست مثل مهندسی عمران یا مکانیک. و اینجوری بود که رشته مهندسی نرم افزار رسما به دنیا اومد تا به اون هرج و مرج پایان بده. خیلی خوب. با این مقدمه تاریخی، حالا بهتر میتونیم برگردیم به اون سوال اصلی. تفاوت واقعی یه مهندس با یه توسعه دهنده چیه؟ این قسمت خیلی مهمه، چون به شما کمک میکنه مسیر شغلی خودتون رو بهتر بشناسید. این مقایسه رو ببینید، خیلی خوب تفاوت رو نشون میده. یه نکته کلیدی هست، هر مهندس نرم افزاری یک توسعه دهنده هم هست، یعنی کد میزنه، اما هر توسعه دهنده‌ای لزوماً مهندس نیست. بذارید یه مثال بزنم. فرض کنید داریم یه اپلیکیشن تاکسی آنلاین میسازیم. یه توسعه دهنده کارش اینه که مثلا دکمه درخواست سفر رو پیاده سازی کنه. کارش رو هم عالی انجام میده، اما یه مهندس به تصویر بزرگتر نگاه میکنه. به این فکر میکنه که کل سیستم چطوری کار میکنه، چطور به سرویس نقشه وصل بشیم، پرداخت‌ها چطور مدیریت بشن، اگه فردا تعداد کاربرامون 10 برابر شد سیستم از کار نمیافته، امنیتش چی؟ میبینید مهندس معمار کل بناست.
پس مسئولیت‌های یه مهندس فراتر از کد زدنه. اون باید کل سیستم رو طراحی کنه، بسازه و نگهداری کنه. باید با مشتری، با تیم امنیت، با بقیه تیم‌ها حرف بزنه. تمرکزش روی ساختار کلیه، نه فقط یه مشکل کوچیک و مقطعی. یعنی فقط نمیپرسه آیا این کد کار میکنه، بلکه میپرسه آیا این کد خاناست، آیا امنه، آیا 5 سال دیگه هم میشه راحت آپدیتش کرد. اینا سوالای یه مهندسه. خب، یه سوال مهم. یه مهندس چطوری این همه پیچیدگی رو مدیریت میکنه؟ جادو میکنه؟ نه، یه ابزار خیلی قدرتمند داره. یه نقشه راه استاندارد که بهش تکیه میکنه. این نقشه راه اسمش هست چرخه حیات توسعه نرم افزار یا به اختصار SDLC. یادتونه از بحران نرم افزار و ساختمان‌های بی‌نقشه حرف زدیم؟ SDLC دقیقاً همون نقشه راهه. یه فرایند قدم به قدم که به تیم‌ها کمک میکنه از همون لحظه اول که یه ایده شکل میگیره تا روزی که نرم افزار تحویل داده میشه و حتی بعد از اون همه چیز منظم و طبق برنامه پیش بره. این چرخه چند تا مرحله اصلی داره. مثل یه خط تولید فکر کنید. اول تحلیل نیازمندیاست، یعنی دقیق میشینیم ببینیم مشتری چی میخواد. بعد طراحی سیستمه، یعنی نقشه معماری نرم افزار رو میکشیم. بعد میرسیم به پیاده سازی که همون کدنویسیه. مرحله تست مطمئن میشه که همه چیز بی‌نقص کار میکنه. و در نهایت استقرار و نگهداری که نرم افزار رو میدیم دست کاربر و ازش پشتیبانی میکنیم. این ساختار باعث میشه که حتی پروژه‌های خیلی بزرگ هم قابل مدیریت باشن. خب، همه اینا عالی. ولی حالا میرسیم به بخش عملی. شما به عنوان یه توسعه دهنده چطور میتونید این ذهنیت مهندسی رو توی کارهای روزمره‌تون بیارید و قدم به قدم به یه مهندس واقعی تبدیل بشید؟ نکته اصلی اینه. مهندس بودن یه ذهنیته، نه فقط یه لیست از مهارت‌ها. باید یاد بگیرید به تصویر بزرگ نگاه کنید، نه فقط به چند خط کدی که الان دارید می‌نویسید. برای هر کاری، حتی کوچیک، یه فرایند داشته باشید. به آینده فکر کنید، به اینکه آیا این سیستم 2 سال دیگه هم کار میکنه و مهمتر از همه همیشه بپرسید چرا دارم اینو میسازم. فهمیدن چرا شما را از یه مجری به یه معمار تبدیل میکنه. و در آخر این سوال را از شما دارم، توی پروژه بعدیتون چطور میخواید این ذهنیت مهندسی رو پیاده کنید؟ حتی اگه یه پروژه تمرینی کوچیکه، سعی کنید قبل از کد زدن چند دقیقه برای طراحی وقت بذارید. بهش فکر کنید. این تمرین کوچیک اولین و مهمترین قدم برای تبدیل شدن به یک مهندس نرم افزار حرفه‌ایه. اگه این مسیر براتون جذابه، حتما ما رو دنبال کنید، چون تو قسمت‌های بعدی قرار عمیق‌تر وارد هر کدوم از این مراحل بشیم و ابزارهای یه مهندس رو با هم بررسی کنیم. پلیلیست بعدی رو از دست ندید.